لیتس بال را تقدیم شما میکنیم. از زاویه بیننده باشید. لیتس بال. و امروز قرار است در یک مکان متفاوت با بال‌ها یا هم توپ‌های متفاوت بالینگ بازی کنیم و پن‌ها را بندازیم به زمین. شما این برنامه رو بیننده هستید. مهمانی هم در کنار خود دارم که تا چند لحظه بعد اینجا حضور پیدا میکنه و ما را همراهی میکنه. فراموش نکنید که برنامه را برای اینکه شما یک تجربه متفاوت را داشته باشین میسازیم و همراه شما هستیم. زاویه رو دنبال کنید. و در برنامه امروزی آقای شاه حسین مرتضوی من همراهی میکنه. سپاس از اینکه وقت گذاشتین برای من و اینجا حضور پیدا کردین تا یک بازی جذاب با هم داشته باشیم و در کنار از حاضر با صحبت کردن با ما و مخاطبان ما شدیم. بسیار تشکر. خوب شد که در این فصل قرنطین ما هم یک فرصت پیدا کنیم که از این هوای خوب، از این فضای خوب، از این برنامه خوب استفاده کنیم. بله. یک سکه دارم پیش خود درست. و می‌خوایم که بازی رو با شیرخط درست. شروع کنیم. ببینیم که اولین پلیر یا اولین بازیکن کی خواهد بود. ما بندازیم شما بندازیم. نه شما بندازیم ولی تقلب نکنین. تقلب کنه. اگه یاد ما مونده باشه. خب ما باید اول انتخاب کنیم. اما آهو شیر است، ما هستیم. پس من خط انتخاب می‌کنم ببینیم که آهو. درست. خب ما سه گزینه داریم. درست. بال یا همون توپ خود بالینگ هست. درست. توپ کرکت درست. و رگبی. درست. مرتضی یوسف کدام یکی انتخاب می‌کنین؟ ما با اینا راحت. اولین شاتتون با کدام؟ با اینا راحت. با توپ خود بله. بالینگ. بله. درست. شما چشمایتون فوت بکنید که من تقلب کنم. منفی 5. خوب بود. با این اولین شات خیلی خوب. مرتضی صاحب 5 امتیاز دیگر از دست دادیم و حالا نوبت من هست. اوه بشک. دعا کنید که من بتونم استرایک کنم. منفی 2 8 پن افتاد و شما 8 امتیاز دیگه هم دارین به اضافه امتیازهای قبلی تر. نظرتون چی است که با یک بال متفاوت بازی کنیم؟ میشه از اون پیش بندازین از اون نسلی. نه دیگه مرتضی ایسه. خیلی خوب. شما حق انصراف از بازی دارین. نه مرتضی من انصراف نمیدم. خب این چکسه که با خاطری بود برای خودت بود. خب حالا زمانی است که
مرتضی صاحب به پرسش‌های من و پرسش‌های شما پاسخهایی داشته باشه و شما هم همچنان بیننده باشید. و به عنوان اولین پرسش مرتضی صاحب، شما همیشه متهم به دروغگویی شدید و میشوید همچنان، مشخصا از طرف کاربران صفحات اجتماعی برخی‌ها. دلیلش رو ما در چی می‌بینید؟ و اینکه احیانا اگر دروغ گفتیم برای اولین بار در مورد مهم، او دروغ چه دروغی بوده؟ خب بسیار تشکر. ما واقعا یاد نمیده در مباحث رسمی دروغ گفته باشیم یا معلومات غلط به مردم داده باشیم، ولی حقایق تلخ است. شما وقتی یک حقایق میخواید مطرح کنید، باور کردنش برای مخاطب شاید سخت باشه. گذشته از او متاسفانه به خاطر مشکلاتی که در گذشته ها بوده، باورمندی مردم به حکومت و دستگاه حکومت هم یک ذره پایین است. شما هر معلوماتی که جانب حکومت میگین، مردم کمتر باور میکنه. در موضوعات رسمی ما چیزی یادم نمیاد که به مردم دروغ ارائه کرده باشم. باورمندی مردم نسبت به حکومت که کمتر هست به یک طرف، چرا باورمندی مردم نسبت به شما کمتر هست؟ خب من از آدرس شخصی خود صحبت نکردم. این چیزی را که انتقاد است صحبت‌هایی بوده که از آدرس حکومت کردیم. خاطر جریان‌های سیاسی است، نهادها است، اقشار مختلف است، اونها هم دیدگاه‌های خود نسبت به حکومت داره. خصوصا در جریان انتخابات بحث‌های بسیار داغی بود. هر موضوعی که مطرح می‌کردیم گفتن این دروغ است، این راست است. این چیزی که ما میگیم راست است، حالا معلوم نبود که از اونها راست بود یا نه، ولی از ما راست بود. 100% بله. خب در موضوعات سیاسی طرفای شما کوشش میکنه شما را برچسب بذاره. یعنی همین یک برچسب نیست که مگه شما دروغ میگن ما راست میگیم. خیلی خوب، سر سوال بعدی میریم. اعتراف. آیا واقعا شما بر اساس لیاقتتان مشاور ارشد رئیس جمهور شدین؟ خب این موقع میگذاریم به قضاوتی که دیگران در مورد کارکرد ما کنه. ما تقریبا از سال 1386 سردبیر روزنامه 8 صبح بودم، 9 سال، و یکی از درخشانترین کار ما در عرصه مطبوعات بوده. ما صدها بله و صدها گزارش و مقاله نوشته کردیم. مثلا متحدا به گزارش‌های تحقیقی را روزنامه 8 صبح و ما و همکارای ما مانده. ما بیش از 50 گزارش تحقیقی نشر کردیم که حتی پارلمان افغانستان جرأت نشرش نداشت، و در بخش رسانه و بخش فرهنگی هم مطالعه داشتیم و هم جزء فعالین بودیم. ما میدونیم که افراد به مراتب شایسته تر از ما وجود داره، ما به اونها احترام داریم. بدون شک باید فرصت ها برای همه باشد، ولی ما هم آدمی خیلی لاغری نبودیم. خودتان چطور داخل ارگ گرفتین؟ ما وقتی داخل ارگ شدیم مویای ما کلا سیاه بود و حالا میبینیم که چقدر سفید شده. یعنی بله دیگه کار کردن در ارگ سخت است، دشوار است. از یک طرف یک مسئولیت واقعا سخت است و سنگین، از طرف دیگر توقعاتی که نسبت به شما ایجاد میشه و موضوع دیگر در جامعه مثل افغانستان به مو پیمانه شما باید بخش زیاد انرژی خود صرف کنید چطور توطئه ها و تخریبایی که علیتان صورت میگیره او را دفع کنید. با خاطر با موی سیاه میره، با موی سفید بیرون میشه. با اینکه شما در ایران درس خوندین اگه اشتباه نکنم و یک عمری رو اونجا سپری کردین، تا جایی که حالا درک شده و فهمی که از توییت هایی که شما در حال حاضر میزنین و از پست های فیسبوکیتان گرفته شده ای که شما از ایران و دولت حاکم در ایران متنفر هستید. من در دوران مهاجرت و زمان طالبان در ایران بودم. در ایران من در کارخانه کار میکردم 16 ساعت و من در ایران یک بخش بله درس هم خواندم، ولی من در دانشگاه کاتب افغانستان رشته علوم سیاسی درس خواندم در افغانستان. در دانشگاه کاتب برای در مقطع لیسانس درس خواندم رشته علوم سیاسی روابط بین الملل. اما بحث نفرت نیست، بحث ای است که ما به حیث شهروندان افغانستان نسبت به رفتاری که نسبت به کشور ما صورت میگیره و نسبت به هموطنان ما صورت میگیره باید صدای ما بلند باشه. ما انتظار داریم که همسایگان ما رفتارش نسبت به افغان‌ها نسبت به کشور ما بر اساس یک احترام متقابل باشه. خب من خیلی معذرت میخوام بابت پرسش، ولی پرسش‌هایی است که از طرف بیننده‌های زاویه دریافت کردیم. امیدوارم که به معذرت ما بد نخوره. گفتن
چی میخورین که قدر حاضر جواب هسته؟ خب آدمایی که دست چپ است دارای هوش و استعداد خوب است، شاید یکشو باش. ولی بخش دومش که ما بارا گفتم کچالو هم بسیار میتونه. مورد کچالو بازی شد. خیلی خوب. سوال بعدی، از چند عملکرد مفید و تاثیرگذارتان تاکنون در حکومت برام بگید. خب ما در زمانی که در بخش سخنگوی حکومت بودیم واقعا کوشش کردیم که رابطه رسانه و حکومت زیاد کنیم. خودتان هم ما رو در برخی برنامه‌تان دعوت کردیم. ما روزانه بین 100 تا 120 تلفن شخصا خود ما جواب میدادیم. ما در 24 ساعت هیچ وقت تلفن خود خاموش نمی‌کردیم و ما جایگاه افغانستان در ردبندی‌های آزادی بیان که سوی خبرنگاران بدون مرز صورت میگیره 4 پله بالا بودیم و متاسفانه که امسال 3 پله سقوط کرده. در عین حال اقداماتی که از طرف حکومت انجام شده، از طرف رئیس جمهور در حمایت از آزادی بیان و اقدامات تاریخی است که از جمع شدن یا نهایی‌شدن دوسیه خشونت علیه خبرنگاران، از ایجاد صندوق حمایت از خبرنگاران و همچنین اقدامات دیگه‌ای که در بخش حمایت از آزادی بیان صورت گرفت با حمایت حکومت ولی ما کوشش کردیم که نقش تاثیرکننده در این داشته باشیم. در مورد تعصب مشخصا فکر می‌کنین که وجود این میزان بلند تعصب و قومگرایی داخل افغانستان تقصیرش به مردم برمیگرده یا به رهبرهایی که در یک نوع در حکومت هم سهیم هستند و از اقوام مختلف و مذاهب مختلف نمایندگی میکنند؟ ما ملت برگز نمیتونیم مقصر بدانیم، به خاطر ما وضعیت میتونیم اثرگذار بدانیم در همه خلق بحران ها و مشکلات و چیزی که شما گفتین. ما خودم برای جمهور در اکثر ولایت سفر کردیم، واقعا یک چیز دریافتیم، چی در بادغیس بود، در غور بود، در کندی بود، در ننگرهار بود، در پروان بود، در همه ولایات، در فاریاب درد مشترک کل افغان ها فقر است. شما در هر ولایت در هر قریه برین اولین چیزی که میبینید فقر است. یعنی فقر در تاجیک است، در پشتون است، در هزاره است، ازبک و کل اقوام ما هست. و دوم تداوم جنگ است. اینکه قوم و مذهب و زبان اصلا معنا نمیده. یعنی فقر که آمد همه را نابود میکنه و همین رقم ناامنی همه را زیانمند کرده. بنابراین ما مردم مقصر نمیدانیم، اما شرایطی که در افغانستان آمده خصوص در نیم قرن اخیر اینا کلش بر وضعیت عمومی تاثیرگذار هست و هر کس هم متاسفانه تانسته که از این وضعیت بیشتر استفاده منفی کنه. سوال بعدی، گویا شخصیتتان بعد از تغییر پوزیشنتان تغییر میکنه، این درست است؟ نه خب ما به هر حال نباید شخصیت خود به چوکی و به مقام چی کنیم بسنجیم دیگه. ما وقتش ایره میگیم به کل بینندای برنامه شما هم که اگر فرصت شد بهترین شانس زندگی برای ما زادگاه ما جاغوری است، قریه ما است، روستای ما است، زمین و مزرعه پدری ما هست. آمادگی برای داریم که تحت هر شرایط زندگی کنیم. یک روز کچالو فروشی کردیم یا یک روز کتاب فروشی کردیم، یک روز روزنامه‌نگاری کردیم، یک روز در حکومت کار کردیم. چند شخصیت رو من اسم میبرم و از شما میخوایم که به ترتیب این شخصیت ها را توصیف کنیم. اولین اسم محمد محقق. شخصیت صریح اللهجه اما یک شخصیت به ثبات سیاسی نداره. اسم بعدی عطا محمد. بله. بانک ورشکسته ری. و اسم سومی آریانا سعید. یک خانومی که شجاعتش در برابر افراطگرایی میتونه یک گلگوی خوب باشد. کریم خلیلی. کریم خلیلی به گفته خودش شخصیت خردمند. گفته خودش شخصیت خردمند و شخصیت زیرک و دارای ثبات سیاسی است. دومی به گفته خود. بله. و شخصیت بعدی آقای حمدالله ماهر. یک مسئولیت بزرگ بر شانه‌هایش است و موفقیت تغییر نسلی در افغانستان میتونه به شمار بیاید و اگه این مسئولیت به شکل خوبش مدیریت کنه، یک موفقیت و یک امیدواری برای نسل جوان افغانستان که نشان میده در تغییر نسلی موفق بوده است. و بعدی آقای سیاف.
استاد سیاف دشمن درجه یک طالبان در افغانستان. دشمن درجه یک طالبان در آقای داوود سلطانزوی. داوود سلطانزوی شخصیت جنجال برانگیز سیاسی است و چیزی که نو اضافه شد مرد با چتری. و دکتر عبدالله کاندید دائمی برای هر انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان. سپاس از شما بیننده عزیز. پایان برنامه امروزی و تا برنامه بعد خدا نگهدار.